نه عروسی با شکوه و خیلی مجلل غزال نایت در کشور کانادا. غزال نایت با کی ازدواج کرده است؟ نشر تمامی تصاویر از محفل عروسی غزال نایت. گفته های همسر اول غزال نایت که اصلا باور نخواهید کرد این دختر خانم اکنون کجاست، مصروفی چی کارباری است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت هنرمند جوان با استعداد، محبوب و مطرح افغان، شهرت و محبوبیت خاصی در میان هنرمندان افغانستان داشته است. این دختر خانم 15 سال قبل با سرودن آهنگ‌های دوگانه با نظیر خارا به هنر موسیقیش پرداخت و توانست در مدت خیلی کوتاه آهنگ‌هایش بازدید میلیونی را از آن خود کند. علاقمندان و دوزاران غزال نایت از مرزهای افغانستان عبور کرد. این دختر خانم جوان و با استعداد دوزاران و طرفدارانش در کشورهای فارسی زبان از جمله تاجیکستان بیشمار بوده است. غزال نایت عاشقانه هنر موسیقیش را به پیش میبرد و این دختر خانم یک بار ازدواج کرده بود، اما بعد از آن که به کشور کانادا رفت از همسر اولش جدا شد، فرزندی ندارد. همسر اول غزال نایت اکنون در کشور استرالیا زندگی می کند. این روزها تصاویر غزال نایت بار دیگر در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در کشور کانادا ازدواج کرده است، اما تاکنون معلوم نیست همسر غزال نایت کیست، وی چرا خواسته بار دیگر ازدواج کند و دلیل دوری غزال نایت از هنر موسیقی چی بوده است. ولی من پیوند عروسی غزال نایت را از صمیم قلب تبریک گفته. آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای غزال نایت از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپردم. موفق کامیاب باشید.